وقتی که شما به قلبتان آسیب میزنید، وقتی که شما دوستان عزیز به کبد شما و یا جگر شما آسیب میزنید و کلیه هایتان آسیب میبینه، یک سبزی بخرین و یک آب. سلام دوستان عزیز، وقت شما بخیر. دوستان عزیز، به چینل دکتر سراج فکس خوش آمدید. با من دکتر آزاد. یک موضوع را امروز میخوایم اشاره بکنم. دوستان عزیز، شما میتونید خانه خود چنج بکنید. مثلا یک خانه را میخواین انتقال بدین، بریم به دیگه خانه کوچ بکنید. و هم شیپ موترتان خوش شما نمیه، چراغش هم میگین ولی این رقم چراغ خوش من نمیه، یک چراغ دیگه میشونه. و یا هم یک موتر خوشتان نمیه، عوضش یک موتر دیگه را میگیرید. و یا هم رنگ موتر خوشتان نمیه، موتر را به یک جای میزنیم، به دیوال میزنیم و یا حادثه میکنیم، پس به کوپیکش میبریم و یا هم پیش مستری میبریم. هر نواقصی که او موتر داره پس برای شما جبران میکنه، دوباره برای شما ترمیم میکنه، مثل اول واره. اما رویت ظاهریش مثل اول واره میشه، ولی جسم شما به هیچ عنوان مثل اشیا واره نیست. باید بسیار زیاد متوجه باشیم که چی رقم جسم ما را آماده به این بسازیم که به هیچ عنوان در آینده نواقص نکنه. وقتی که شما به چشمتان آسیب میزنید، وقتی که شما به قلبتان آسیب میزنید، وقتی که شما دوستان عزیز به کبد شما و یا جگر شما آسیب میزنید و کلیه هایتان آسیب میبینه، آیا میتونین دوباره همین کلیه هایتان ریورس و یا هم مثل اول واره بسازین؟ هرگز نمیشه. بناهن در قدم اول کوشش بکنید خداوند برای ما جسمی که داده از آنها بسیار به خوبی مراقبت بکنید. مثلا دوستان عزیز، چی براتون میگم؟ خداوند اگر فرض بکنیم هر چیز از پیش شما بگیره، جایداد، شهرت، مال، هر چیزی که داریم، مکان بسیار خوبی داریم، پول منصب است، پول است، هر چیز از پیش شما بگیره، ولی یک چیز قیمتی بسیار برای شما داره. او چی؟ از جسم شما. و شما میتونین اگر همین جسم شما سالم باشه، جسم شما دوستان عزیز تندرست باشه، شما میتونین تمامی چیزهایی که از دست دادین دوباره به دست بیارین بسیار زیاد با آسانی، به شرطی که انرژی به خرج بدین، فکر بکنین، تمرکز بکنین، اگر جسم شما سالم باشه. دوستان عزیز، ما امروز بزرگترین سرمایه را به خرج میندازیم، بزرگترین سرمایه را به خرج میندازیم. دوستان عزیز، چرا اینقدر ناتوان شدیم؟ بزرگترین سرمایه را به خرج میندازیم تا بدترین جسم به خود هدیه بکنیم و ما ایره نمیتونیم. سعی کنید دوستان عزیز، یک چیز بسیار زیاد موضوع عالی است و مهم است، خوب گوش کنید. ما با بسیار چیزهای ناچیز با قیمتهای بسیار هنگفت، بسیار زیاد کم، جسم بسیار خوب مثلا برای خود هدیه میتونیم داده. مثلا من چاش غذا میخورم، اگر دوستان عزیز اگر من پیتزا بخورم، نوشابه بیش از حد در همین لابلای غذایی که میخورم، نوشابه هم استفاده بکنم، انرژی باب هم استفاده بکنم، بعد از او یک چپس هم بخورم و یا هم دوستان عزیز غذاهای میت و یا هم گوشت سرخ شده بخورم، برگر بخورم، همه چیز اگر ما استفاده بکنم، بنان یک هزینه بسیار بالایی را باید خرج بکنم به خاطر همین غذایی که باید طبق میل ما باشه. ولی شما اگر دوستان عزیز با پول بسیار زیاد ساده، بسیار کمی، یک سبزی بخرین و یک آب معدنی یا آب جوش داده را استفاده بکنین، به هیچ عنوان شما در آینده به مشکلات گوناگون مبتلا نمیشید. دعوی ما اینمی است دوستان عزیز، با کمترین هزینه جسم پروفشنال بسازین. اگر شما بهانه بکنین که ولد من نمیتونم صحتمند باشم چون پول ندارم، حالت روحی ما خوب نیست، کسایی که پولدار هستن آنها سر خود مصرف میکنن. اگر شما آب میخورین غریب هستین و کسی که پولدار است نوشابه میخوره، جوس میخوره، انرژی باب میخوره، شما بهتر هستین یا کسی که پولای خود به نوشابه و انرژی باب و جوس ها مصرف میکنه؟ شما یک کچالو میخرین، 1 کیلو کچالو از بازار میخرین به خانه میبرین،
این کچالو رو شما جوش بدین 2 وعده 3 وعده شما بس میشه. ولی دوستان عزیز یک کیلو کچالو دوستان عزیز شاید مصرفش 20 افغانی و یا 25 افغانی باشه. و شما اگر چپس فرایز بگیرین، چپس های مختلف اگر استفاده بکنین با 50 افغانی با 100 افغانی، اون 1 کیلویی که از اون تهیه میشه شاید با 300 افغانی شما همین چپس های بازاری را بگیرین پلاستیکی. کالری بسیار بالایی داره و زمینه سرطان در جسم شما فراهم میکنه و شما غریب خوب شدین و یک کسی که پولدار که چپس بازاری استفاده میکنه فرایز شده استفاده میکنه. در پهلوی از یک نفر 3 دانه سیب از دکان میگیره، خوب میجوه، تمام فایبرش حاصل میکنه و یک نفر پولدار است میره از بازار جوس های پاکتی استفاده میکنه، شکر بسیار بالایی داره، زمینه را برای سرطان فراهم میکنه در جسم شما. تمامش مواد کیمیاوی داره، چربی جگر، چربی خون و فشار و وزن بالا براتان ایجاد میکنه. بنان شما غریب خوب شدین یا کسی که پولدار بود او جوس پاکتی استفاده کنه. بنان دوستان عزیز هدف معمی است شما با هزینه بسیار کمتر میتونین بادی و جسم بسیار پروفشنال دور از امراض داشته باشین. کوشش بکنین، فکر بکنین چیزی که استفاده میکنین خوب سرش اول فکر بکنین که این چی است، برای بدن من مفید است یا زهر است یا برای من مشکل ساز میشه در آینده. و از شما تقاضامند هستم که شما به هیچ عنوان غذاهای مصنوعی استفاده نکنین، مشکلات گوناگون براتان ایجاد میکنه. قبلا هم ذکر کردم و هزینه تان بسیار زیاد بالا میره و اگر به پول هنگفت بسیار پول ساده و پول بسیار کمه میتونین یک بادی بسیار خوب بسازین. از دعای خیرتان فراموش نکنین. همین چینل دکتر سراج فکس را سابسکرایب بکنین و زنگوله را فشار بدین.